睁眼闭眼漫长的黑夜，突然很期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言，原来幸福一直在我身边。رسانه بیا تو موویز با افتخار تقدیم می‌کند آزمایشات علمی، موتورهای جستجو، رشد کسب و کار و مهاجرت مردم همه وابسته به تجزیه و تحلیل اطلاعاته. گروه هشی پیشرفته‌ترین سیستم تجزیه و تحلیل اطلاعات هوش مصنوعی تصویب کرد. این نه تنها از حریم شخصی مشتری‌ها محافظت میکنه، بلکه باعث میشه بفهمیم نتایج قابل اطمینانه. پس اینطوری بهتر میشه به جامعه خدمت کرد. سرویس داده‌ای که ما بهتون معرفی میکنیم در دنیای هوشمندی رو براتون باز میکنه. خب اگه سوالی دارین میتونین بپرسین. آقای ه، توی فضای مجازی شایعه شده که شما مخفیانه ازدواج کردید و یه پسر دارید. چطور میخواین اینو برای خبرنگارا توضیح بدید؟ مراقب حرف زدنت باش. پسر من اسم و اقامت دائمی داره. من سرپرست قانونی اونم. دیگه نگید مخفیانه. مزخرفه. واسه 300,000 یوان نیست. میدونم به خاطر رابطم با زیانگ از دستم عصبانی. 500,000 یوان. اجاره‌شو من دادم، هزینه رفت آمدشو من دادم، پول درس خوندنش تو خارجم من دادم، بیشتر برگاهی ثبت نامشم من پر کردم. تو خارج بهش یه جا دادم واسه اینکه درس بخونه. و اینکه اون کسی که انتخابش کردی همون آشغالیه که من انداختم دور. نمیخوامش. شینیو ممنون که مشکلمو حل کردی. خواهر این عادت بازی افتید واقعا منو شوکه کرد. بقیه اون 200,000 یوان یه پاکت قرمز از طرف من به تو. خیلی لطف کردی. بعدشم امیدوارم به پای هم فسیل شی. دعای خیر کردم براتون. ای بابا، آقای ه، پدرتون جلسه دارن، الان نمیتونن بیان پیشتون. آقای ه، مراقب باشین. آخه چرا؟ این لپتاپ پدرتونه. آقای اگه میشه لطفاً بیاین پایین، خطرناکه. نگران نباشین، باشه نگران نباشین، الان درستش میکنم.
ویفی بیا پایین. آقای بالاخره اومدی؟ دیر کردی. قبلا بهت گفته بودم که سر کارم. سه تا شرط بگو. خب معلومه که هر سه تا قرارمونو یادمه. اگه شیاوبا عصبانی بشه باید ازش معذرت خواهی کنم. اگه بهم نیاز داشته باشه باید خودمو برسونم. اگه چیزی بخواد میتونه داشته باشه ولی الان نه. زنگ بزن دکتر. آقای اینقدر عجله داشتیم که یادم رفت بهتون بگم دکتر کوزاک همین 10 دقیقه پیش استعفا دادن. ایشون گفتن که اگه بخوام با شیاوبا سر و کله بزنن دیوونه میشن. گفتن زندگیشون مهمتر از پوله. پس بگه دکتر دیگه زنگ بزن. دنبال یه دکتر دیگه هستیم ولی هر 3 روز یکی استعفا میده. دکتر کوزاک بیشتر از همه تونست دووم بیاره. حداقل تونست 10 روز اینجا کار کنه. نمیخوام چیزی بشنوم. خودت حلش کن. آقای شما با آقای شو از بخش تحقیق و توسعه جلسه دارین و یه پخش زنده قبل از اهدای جوایز امشب دارین. گوش کن چی میگم. دیگه شورشو در آوردی. اگه بخوای میتونی ریخت و پاش کنی یا کل دفتر رو به هم بریزی ولی من کار دارم. نمیتونم 24 ساعت مراقب تو باشم. پس شیاوبا چی؟ من نمیتونم از پسش بر بیام. اگه قرار باشه ازش مراقبت کنم نفر بعدی که استعفا میده منم. یه ماشین براش آماده کنید. چشم. وای حرف نداره. یه چیزی بخور. نمیشه که همش نوشیدنی بخوری. به جز تفاوت ظاهری دیگه هیچ فرقی با نسل قبلی نداره. چیزی که اونو متفاوت کرده برنامه عشق و بگیره. اون میتونه ضربان قلب رو ضبط کنه. بیشتر مخاطباش جوونایین که پر از عشق و علاقه. بازار فروشش چطوره؟ مخاطبای خانم 84%شون بین سن 14 تا 45 سال که این محصول رو دوست دارن. 84% از این محصول خوششون اومده. نمونهشو داری؟ برام بیارش. اعضای بخش تحقیق و توسعه به تلاشتون ادامه بدین. خودم وارد تست این کار میشم. خسته شدی؟ هیچ عذری قبول نیست. اصلا نباید این کارتا رو برات درست میکردم. بریم. شوخی میکنی؟ مردم وقتی شکست عشقی میخورن گریه میکنن و وزن کم میکنن ولی تو فرق داری. فقط داری میخوری. عشق در ظاهر فقط یه پدیده فیزیکیه چون مغزمون هورمونای شیمیایی تولید میکنه. تا ما تولید مثل کنیم بعد 2 ماه اکسیتوسین، دوپامین و نورپینفرین کاملا از بدنت پاک میشه و خوب میشی. وای جزیان جایزه جوان برجسته گروه هرشی رو برنده شده. امشب ساعت 23 تو هتل چینچنگ جایزش رو بهش میدن. چرا اون جایزه رو برده؟ به خاطر اینکه اون یه خیانتکاره؟ طبق اخبار به خاطر دستاورده تحقیقاتی دانشگاه استرنه. 90% اون برگه ها کار من نویسنده اصلی تو بودی؟ این یکی رو دیگه نمیشه تحمل کرد. کل کارو زده به نام خودش. واقعا خجالت آوره. روی تو اول برو دیگه کاری نذارم. کجا داری میری؟ حسابشو برسم. خیلی خوش قیاف هست. اون جذابترین مرد چینه. هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. شما مرد رویایی منی. آقای با من ازدواج میکنی؟ این الان پخش زنده است؟ آره این پخش زنده قبل از جشنه. الان است که جشن شروع بشه. یه چیزایی از پخش زنده شنیدم ولی خیلی روش مطالعه نداشتم. راستش خیلی راحته. این تعداد افراد آنلاینه و این گلا و هواپیماهایی که میبینید همشون هدیه‌هایی از طرف بیننده ها هستن. در واقع پولایی هستن که برای شما خرج میکنن.
اگه نمیخواین قبولش کنین. نه خیلی هم خوبه. یه جور رابطه بین مردمی که از طریق اعداد و داده ها برقرار میشه. شروع شد. بیایید از اول شروع کنیم. شما برید بیرون. چی؟ این یه پخش زنده دو طرفه است. بعدش قراره به صورت رندوم مردم رو برای سوال و جواب انتخاب میخوام به روند اطلاعات این پلتفرم یه نگاهی بندازم. بیاین بریم بیرون. انگار مشکل تکنیکی داره. آنتن دیش هم خوب نیست. شاید بهتر بریم یه اتاق دیگه. شیاباو سلام کوچولو. سلام کوچولو. چه بچه با نمکی. پدر و مادرت کجا؟ کوچولو نباید به اون دست بزنیم. بیا اینجا ببینم. کجا داری میری کوچولو؟ وایسا عزیزم، بیا اینجا. تو بنه رو خراب کردی؟ چرا انقدر شیطونی ها؟ داشته این بنه رو خراب پدر و مادر. وایسا پدر و مادرت بیان تکلیفش رو روشن کنن. اصلا نفهمیدم کی رفت. همه حواسم به پخش زنده بود. این طبقه 8. 3 تا سویت تو این طبقه است. فقط کارمندای من اینجا. فکر نکنم از رفتنش 5 دقیقه هم گذشته باشه. حالت خوبه کوچولو؟ زخمی که نشدی؟ ببینم چیزیت نشده؟ کوچولو نگران نباش، من اینجام، چیزی نیست. برو طبقه 3، منم میرم طبقه اول. خانم جون تو هم برگرد اتاقمون. کادر پزشکی و محض اطمینان خبر. مشکلی براش پیش اومده؟ بهتر آماده باشیم. اون تا حالا اینجا نبوده. خودت که بهتر میشناسیش. من برمیگردم و منتظر میمونم. کوچولو به من نگاه کن، چیزی نیست. خب بذار ببینم. اسمت شیائوبائه؟ آره؟ باشه اگه نمیخوای چیزی نگو. بذار ازت یه سوالی بپرسم. میتونی سرتو بالا پایین یا این بر اون بر کنی؟
ازم دور شو. میخوای به همه همینو بگی؟ متاسفم. بذار دوباره حدس بزنم. متاسفم یعنی میخوای به همون بگی که نمیخواستی این خرابکاریو بکنی، نه؟ شیابا واقعا یه بچه مؤدبه. خب بذار ببینمش. ممنونم. میتونم این کارتو داشته باشم؟ خب حالا میتونی در گوشم بگی که چرا تو اینو میخوای؟ بابا؟ از دست بابات عصبانی هستی؟ نه ترس، نیومدن اینجا که تو رو ببرن. اونا فقط مسئول این بنران. پس پدرت تو این هتل آره؟ به جاش بهت یه هدیه کوچولو میدم. میتونیم این بنرها رو به نگهبانا برگردونیم، چطوره؟ این دستمالو این کدو تنبلم خیلی دوستشون دارم و حالا میدمشون به تو. باشه؟ شیابا تو خیلی خوبی. خدا رو شکر که خوبی. شما؟ من منشی پدرشونم. باید به پدرش بگی که از بچهش درست مراقبت کنه. شما کی باشین؟ اونش مهم نیست. کوچولو کلی کار مهم دارم که انجام بدم، دیگه باید برم. خدافظ. من فقط خوردم زمین، چرا سرم داره گیج میره؟ شیابا 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 کجایی؟ جوزیان گوزی شیابا عوضی کثافت آشغال. 3 ساله که منتظرتم. بعد 3 سال این کاریه که با من میکنی؟ کلی براش وقت گذاشتم. من با همه مشکلات نصف بیشتر سال وقت گذاشتم. چقدر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و موضوعش بهم کمک کردی. چقدر بهم مدیونی. خانم منو اشتباه گرفتی. من برات مثل یه تیکه آشغالم. وقتی به هم نیاز داری ازم استفاده میکنی، بعدش منو ول میکنی. بهت گفتم مطالعات پزشکی مقدسه، فهمیدی؟ من به اندازه کافی شاهد دارم تا ثابتش کنم که اولین امضا پای این کاغذ مال تو نیست. همش رو علنی میکنم. اگه فقط رئیس عاقل بود اون جایزه رو یقینا پس میگرفت. رئیس خیلی عاقله. ببخشید شما. سوال من باید از تو بپرسم. کمک کن بازش کنم. خودت بازش کن. آخه من به من ربطی نداره. زود باش. آی گیر کرده. به خاطر آقای هی که برنامه اینقدر جذاب شده. خانم میشه اینا خاموشش کن.
وایسا ببینم میخوای چیکار کنی؟ مگه نمیبینی چی شده؟ ظاهرمو به هم نریس، باید برم رو صحنه. دیدی حل شد؟ خیلی مزخرفه. اگه آسیب دیدی من واقعا شرمندم و تقصیراتو گردن میگیرم. لازم نکرده. بهتر؟ دختره نادون. ممنونم که تو جشنم شرکت کردین. مبارک باشه. خیلی ممنونم. ما اومدیم اینجا تا از شما یاد بگیریم. واقعا لطف کردیم. زیانگ جشن داره شروع میشه. بیا تو موویز. بیایید خوش آمد بگیم به آقای هرشی آویان، مدیرعامل گروه هرشی. ایشون اینجا تا برنده بعدی رو اعلام کنه. خانم ها و آقایون، برنده جوان برجسته امسال در پزشکی کلی براش وقت گذاشتم. من با همه مشکلات نصف بیشتر سال وقت گذاشتم. بهت گفتم مطالعات پزشکی مقدسه، فهمیدی؟ من به اندازه کافی شاهد دارم تا ثابتش کنم که اولین امضا پای این کاغذ مال تو نیست. کسی نیست. شد پس. چرا اینجوری کرد؟ باید میگفت زیانگ. آقای این لیست دکترای جدید برای شیعه و باوه، لطفاً یه نگاهی بهشون بندازید. دیگه باید کی انتخاب کنم؟ ظاهرمو به هم نریز، من الان باید برم رو صحنه. دیدی حل شد؟ خیلی مزخرفه. اگه آسیب دیدی من واقعا شرمندم و تقصیراتو گردن. اون دختره واقعا روانشناس کودکه؟ اوی فی 43 دقیقه پیش باید میرفتی تو تخت. دقیقاً 28 دقیقه قبلا باید میخوابیدی. بگی بخواب. آیکیو تو از همسنات بالاتره. هیچ چیو دوبار تکرار نمی کنم.
شب بخیر. سلام، صبح بخیر. حالت چطوره ها؟ پاتو بذار پایین. اون دختره کیه؟ چطور من قبلا ندیدم؟ شما دوتا خیلی به هم نزدیک بودین و تو به نظر خیلی هم ناراحت نیستی. راستشو بگو، اون دختره از کجا اومده؟ از شرکت؟ یا از بیمارستان؟ یا از یه خانواده پولداری؟ چرا نمیگی ها؟ این اتفاق افتاده، حالا چرا داری مخفی میکنی؟ اول صبحی چرا انقدر چرت و پرت میگی؟ میدونی چیو میگم؟ یا خودت ببین. کمک کن بازش کنم. تبریک میگم آقای ه، میبینم که دوباره ترند شدی. این ششمین بارته ها. 2 برابر بیشتر از من. خب با عنوان یه پسر مجرد جذاب تو شهر چین داری موقعیت منو تهدید میکنی. شاید باید یکم بیشتر خودم رو بیارم تو چشم. میدونن کیه؟ هیچ کس نمیدونه اون کیه. واسه دختره نگرانی؟ میترسم این دختره برام درد سرساز بشه. باید به دپارتمان داده بگم یه گزارش از افکار عمومی بهم بده. این مشکل ممکنه رو گروهمون تاثیر بذاره، باید زودتر جمعش کنیم. حالا دختره کی هست؟ سطل آشغاله. چرا در مورد دختر مردم اینجوری میگی؟ منظورم اینه پروندهش تو سطل آشغاله. اوه. از کی تا حالا سلیقت اینجوری شده؟ 4 دقیقه و 35 ثانیه است که تو اتاقمی و خیلی جدی برنامه امروزمو تحت تاثیر قرار دادی. این یعنی امروز نمیتونم از ساعت اوج ترافیک در برم و به 2 تا چراغ راهنما و یه خیابون پرترافیکی که قبلا دورشون میزدم برمیخورم. زمان خونه رسیدنم 7 دقیقه و 35 ثانیه بیشتر از همیشه طول میکشه. باشه بابا، فهمیدم، الان میرم. خدا نگهدار. شینیه یو.
سلام، ملکه از خواب بیدار شده. دیروز خیلی زیاده روی کردم. بهتره که این مسایل رو زودتر بریزی دور. بمونن جلوی چشمت یا اعصابت خورد میشه. به خودت یه نگاه بنداز. باید استراحت کنی. نه، امروز یه بیماره خیلی خیلی مهم دارم. الان میری گیج میزنی یا؟ تو همه بیمارا برات مهمن. بگو یه نفر دیگه جات وایسه، فقط یه روز استراحت کن. اگه امروز بچه‌ها با این چشمای باد کرده تو رو ببینن همه دیوونه صدات میکنن. منو دیوونه صدا میکنن؟ من خواهر کوچیکترم، همه تو بیمارستان منو خواهر کوچیکتر صدا میکنن. خواهر کوچولو، مثل این که دیشب خیلی بهت خوش گذشته. بیا اینو ببین. زن مرموزی که با آقای ه توی جای خصوصی قرار میذاره. مادر آینده پسر آقای ه ظاهر شد. این دیگه چه چرت و پرتیه؟ این من نیستم. این چه کوفتیه؟ یه ساعت و نیم پیش باید بیدار میشد، ولی هنوز هم خوابه. اصلا طبیعی نیست. شاید یه طوریشه. 36 درجه طبیعیه. دمای اتاقم که 26 درجه است. رژیم غذاییشم که خوبه، هیچ مشکلی نیست، همه چی طبیعیه. مشکل چیه شیا و با؟ چی شده خانم لیا؟ مشکل چیه شیا و با؟ اینو میگی؟ آقای ه، وقتی امروز صبح داشتم لباس میشستم اینو توی سبد لباسای نشسته دیدم. منم شستمش. این دستمال از کجا آمده؟ نمیدونم، منم دیروز دیدمش. برای ما نیست. به کارت برس. خانم جنگ، از بیمارستان یه وقت روانشناس کودک برای شیا و با بگیر. آقای ه، نگران نباشید. دکتر هو از شیابا مراقبت میکنه. ساختمونی که به بیمارستان اهدا کردی تکمیل شده. میخوایم به مناسبت تکمیلش جشن بگیریم و میدونیم سرتون شلوغه و فقط امروز فرصت کردین بیان اینجا. پس چرا یه نگاهی بهش نمیندازی؟ باشه. لطفاً برام نتیجه بازرسی دوباره گوگوش یا بینگو بیار. وقتشه که امروز نیونیو واسه چکاپ معاینه بشه. خواهر، تو واقعا بچه ها رو دوست داری؟ من پرونده رو میدم به دکتر هوان، جوابشو برات میارم.
شیابا آروم باش. خواهش میکنم شیابا گریه نکن. نگاه کن ببینی ماشینه چقدر خوشگله مگه نه؟ نگاه کن اینجا رو ببین. اوه خواهش میکنم گریه نکن عزیزم. شیابا الان آقای هر رو صدا میکنم. الان به باباش میگم بیاد باشه. نترس آروم باش. ببخشید گریه نکن عزیزم آروم باش. خواهش میکنم شیابا آروم باش. این بچه چه شد؟ همین الان حالش خوب بود. نمیدونم چرا این شکلی شد. شیابا نترس کوچولو. اگه درست حد زده باشم اسمت شیابا بود. درست نمیگم؟ انگاری شیابا از این ماشینا خوشش نمیاد مگه نه؟ خیلی خوب میذارمشون بر. اصلا میبرمت یه جایی که بیشتر باحال باشه پاشو. لطفاً به من زیاد نزدیک نشو. 7 کلمه درسته؟ باشه قبول میکنم. اسم من گوگو. اسم تو چیه؟ چرا انقدر با هم سر رفتار میکنی؟ پسرا نباید اینقدر خجالتی باشن. اگه تو اسباب بازی بیشتری میخوای من بهت میدم. اب نداره چون تو تازه واردی. من تو رو میگیرم زیر بال و پر خودم. تو هر وقت بخوای میتونی از این اسباب بازی ها استفاده کنی. فقط باید دوست من باشی. داری چرت و پرت میگی. با مامان بزرگت فیلم عاشقونه دیدی؟ دوست داشتیم. بالاخره اومدی. دلم برات تنگ شده. منم دلم برات تنگ شده بود. بیا بشین اینجا. آفرین. شیابا برات آب خریدم. بیا تو اینجا وایسا. اگه میخوای باهاش بازی کنی باید بذاری موافقت کنه باشه. بشین. ای بابا خیلی خب بیا اعلام کنیم که اول تو میری تو اتاق. وقتی قایم شدی بعدش من تو رو پیدا میکنم. 3 2 1 بدو. من اعلام میکنم از الان به بعد تو برای منی. خب این نشونه یه توافق نامه ماست. یه دونه واسه تو یه دونه هم واسه من. بیا انگوش کوچیکه رو تو هم قفل کنیم و قول بدیم. ارائه شده توسط وبسایت بیا تو موویز.在无人到浪迹天涯